آموزش موسیقی تو ایران در یک کلمه تعریف میشه: فاجعه. و نتیجهش اتلاف وقت جوانای با استعداد ایرانی. جواب نمیده شما یک کتاب بیاریم مال 100 سال پیش راجع به هارمونی درس بده. نحوه تدریس و تعلیم هارمونی و تمام رشته‌های دیگه موسیقی تغییر کرده. من میتونم بگم موسیقی، تئوری موسیقی کلاسیک یه تئوری اخته شده است، دیگه نداره هیچی، یعنی هیچ گونه استفاده هم نداره، چون آدما تا وقتی لزوم چیزی رو احساس نکنن یاد نمیگیرن. آموزش باید طوری باشه که الزامی باشه برای طرف، یه طرف خودش بخواد قضیه رو. تمام معلمایی که من دیدم، اساتیدی رو که دیدم، دارن هی ناراضی از گوش جوانای ایرانی. کی میگه بابا گوش جوانای ایرانی عالیه؟ وقتی 40 نفر توی یک کلاس گوششون بده، تقصیر کیه؟ نه، معلمه دیگه.